خاطر لیست میکنی؟ جدی اتاقش جمع بود چی؟ نه ببخشید خیلی خوب. الهام خانم. بله. سلام علیکم. ببخشید اتاق ما غذا آوردن، اگه دوست داشته باشیم بیا بخور. من درد بخورم از دست شما بهتره. باشه. ای بابا. ظرفاش هم میخوردی دیگه. نیستم سوزن جون. بشقابش گوشم واسه تو. این چیه؟ تو دستشویی خوابیده بودی؟ من بابا آوردم که باید بلند بشه زیر سرم. چیکار ما بکنی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بخواهیم چطوری بابا کویی؟ خواب نما شدی ها؟ چشم؟ میشناسیش؟ آره آدرس اینجا رو داد بهم. این آدمی که شب و روزش با هم فرق میکنه الان یه آدم دیگه است. تو مهمانخانه گلابی اتاق داره برای همیشه. ما اینجا زندگی میکنه؟ اینجا زندگی میکنه. خاطرات زنشه. بنده خدا توی یکی از این اتاقا از بین رفت. انگار هنوزم باهاشه. این مرد کوی از وفاداری و معرفته. باشه مکن. سلام خانم، خوش آمدین. سلام. اتاق میخواستم. تنهایی؟ بله. بفرمایید از این طرف. میخواین کمکتون کنم؟ مرسی. نفهمیدم چجوری اومد تو زندگی. تا سر چرخوندم دیدم بدجوری وجودش به همه وجودم وصله. بعد مدتی که به هم گره خورد